کلمه بدل علما رحمت الله علیه میگن که والابدال من الشیء یقتضی ترک المبدل منه. وقتی که یک چیز به چیزی دیگر تبدیل داد، این تقاضا میکنند که ترک کرده شود مبدل منه، آنی که پیشتر بود به جای وی که دیگر چیز اومد او ترک کرده شود. یعنی وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم خبر دادن که الله تعالی بدل داد، به جای این 2 روز عیدی که داشتید 2 عیدی بهترین را داد، معناش این است که پر این 2 عید را ترک کنید. و قرآن هم کلمه تبدیل را همین گونه شرح داده است. الله تعالی در سوره سبع میگوید که و بدلناهم بجنتیهم جنتین، ما به عوض اون 2 باغی که داشتند و دارای میوه های خوشمزه بود، به عوضش 2 باغ بد دادیم. یعنی اون گرفتیم و جاش باغ بد دادیم به سبب گناه و کفر قوم سبع. همین گونه فبدل الذين ظلموا قولا غیر الذي قیل لهم، در سوره بقره الله تعالی که اونایی که ظالم هستند به عوض آن سخنی که الله برای آنها تعلیم داده بود، به جای اینکه اون کلمه را گویند، اون کلمه را تبدیلی به دیگر کلمه دادن، دیگر کلمه را تلفظ کردن. یعنی اون کلمه ای که الله گفته بود اون را ترک کردن. خلاصه کلمه تبدیل به معنای ترک مبدل منه می بیاید. یعنی آن 2 عیدی که در زمان جاهلیت مردم مدینه جشن می گرفتند، شریعت اسلام آمده آن 2 را بیکار کرد و به جایش 2 عیدی بهتر از آن که این دین مقدس اسلام که دین آسمانی هست و این 2 عید هم از طریق وحی مشروع شد. جشن گرفتنش از طرف الله تعالی و پیغمبرش اعلان گردید.